علی شاهین هستم و اینجا نیوز استروید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. خب بریم از اخبار شروع کنیم. تقریبا مثال میشه گفت امروز یک شنبه است، تقریبا ساعت 9:30 شبه. اینو بگم و بعد بریم سراغ میشه گفت اخبار. یکی از الان در حال حاضر مهمترین اخبار اینه که ما آتش بس موقتی که بین ایران و آمریکا، یعنی آتش بس 60 روزه‌ای که بین ایران و آمریکا تقریبا مثال میشه گفت برقرار بود، در چند ساعت آینده به پایان میرسه و شما احتمال اینکه حالا این اخبار احتمالاً در بامداد مثال میشه گفت دوشنبه منتشر بشه، اینو در نظر داشته باشین که احتمال زیاد ما در اوپن هفته یا اوپن روز دوشنبه یک گپ سعودی و داخل نفت به احتمال زیاد خواهیم داشت. این از این نظر و احتمال زیاد بعد از این ما دوباره مثلا در سشن های آینده حداقل لندن و بعدش نیویورک ما باز قیمت افزایشی داخل نفت رو خواهیم داشت. این از این لحاظ. و مسئله بعدی اینه که خب قاعدتاً تاثیر نفت رو بقیه میشه گفت ارزها و میشه گفت شاخص های دیگه تأثیر گذار خواهد بود. این از این جهت. بریم سراغ اخبار تقریبا مثلا میشه گفت یکی از اخبار مهمی که تقریبا توی این چند روز گذشته خیلی میشه گفت توجهات رو به خودش جلب کرد، طرحی بود که مثلا طرح بنزین 78000 تومانی 78200 که داخل میشه گفت کرمان اجرا شد و اینطوری بود که تقریبا طرح اینطوری بود که نرخ اول، خب شما میتونید کامل بخونید، اینطوری بود که تقریبا مثلا ساعت 12 این طرح آغاز شد و تقریبا یک ساعت بعدش این طرح متوقف شد و عملا میشه گفت که رفت اولا دستگاه های اجرایی و اینجور چیزا، چیزی که ما میدونیم متوقف کردن این موضوع. ولی تا حدودی تحلیل و تفسیرهایی که از این میشه، احتمال زیاد مثلا مردم میگن که یه قیمت خیلی بالایی الان داره دولت پیشنهاد میده و بعد مثال یه قیمت مینیمومی بین 20 تومن، بین 10 20 یا مثال 20 خورده 27 هزار تومن رو بیاد به عنوان مبنا قرار بده و اینو تصویب کنه و به عنوان قیمت بنزین آزاد در نظر بگیره. تحلیل و تفسیر مختلفه، ولی در هر صورت شما اینو که بدونی خیلی خلاصش اینه که قاعدتا محاصره و محاصره های دریایی که میشه گفت آمریکا انجام داده، تحریم های فزاینده‌ای که هست و سایه جنگی که روی ایران هست و خب قاعدتا به اقتصاد نیمه کلنگی ایران و تا حدودی دولت ایران که همیشه کم بوده میشه گفت بودجه داشته، این فشارهای فزاینده‌ای وارد میکنه و خب عملا میشه گفت کشوری که جدایی از تولیدات بنزینش تقریبا مثال میشه گفت همیشه بین 15 تا 20 میلیون لیتر تقریبا روزانه کم بوده، تقریبا کم بوده عرضه داره، پس این و واردات هم و عملا میشه گفت تامین این عملا کم بود از طریق واردات انجام میشه. یعنی عملا ما 15 تا 20 میلیون کم بوده میشه گفت تولیدات داریم، یا عملا تقاضا داخل کشور زیاده و این تقاضا از چه لحاظی تامین میشه؟ از طریق واردات بنزین و انرژی تامین میشه. پس حالا که ایران یا میشه گفت دولت ایران زیر ضرب اقتصادی فزاینده‌ای هستش، در کل میشه گفت پول این چیزا رو نداره و باید قیمت بنزین رو بکشه بالا و اون سوبسید هایی که قبلا میداد الان توانایی این سوبسید ها رو چه در الان و چه در آینده میشه گفت نخواهد داشت. بخوایم بپردازیم به بقیه میشه گفت اخبار، بریم جلوتر. اخباری تقریبا میشه گفت منتشر شد از اینکه در نشست‌های خبری عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اینطوری گفت که یکی از چند تا از شروط مثال میشه گفت توافق و باز کردن تنگه هرمز، حالا این تنگه هرمز که همیشه عملا میشه گفت ترامپ میگفت که ما در صدد باز کردن تنگه هرمز، ما تنگه هرمز باز و کشتیرانی عملا میشه گفت که در حالت عادی خودشه، ولی خب ما میدونیم که اینا بحث تبلیغاتی داره و نه عملی. بحث اینه که خب شما تو چند روز قبل میدونید که عملا میشه گفت
توافقات و گفتمانی بین ایران و عمان برای تردد کشتی بر تنگه هرمز و حاکمیت این دوتا کشور داشت گفتمانی صورت میگیره و احتمال مثال توافقاتی همینطوری داشت افزایش پیدا میکرد و اصولا میشه گفت که عملا میشه گفت کشور ایران اومد و سیاستگزارانش اینو گفتن که باز شدن کامل تنگه هرمز منبوط به توافق بین ایران و عمان نیست. توافق یا میشه گفت امتیازاتی رو باید آمریکا بده تا ما بیایم خلاصه‌اش تنگه هرمز رو باز کنیم. و الان شما میبینید که داخل این اخبار چیزی که هستش میگه که عملا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگه عملا ما 3 تا پیش شرط اصلی داریم، یعنی پرداخت غرامت، عملا آزادسازی منابع مالی ایران، منابع بلوکه شده ایران و اولا میشه گفت برداشته شدن تحریم‌ها، که 3 تا درخواست اصلی میشه گفت ایران بوده. بریم جلوتر. اینم گفتم که حالا تا داریم به اخبار میپردازیم تقریبا مثال میتونید سرخط این خبرها رو داخل کانال تلگراممون دنبال کنیم. و الان من در واقع حالا چند روز گذشته رو دارم همینطوری مرور میکنم و میام جلو. مسئله اینجاست که در حال حاضر من روندا یا میشه گفت چیزهایی که میتونه الان در حال حاضر و در آینده میشه گفت تاثیرگذار باشه رو برای شما تحلیل و تفسیر میکنم. اگر نه خب اخبار که داخل کانال تلگرام هست و این اخبار رو دیگه تقریبا گذشته است. خیلی هاشون عملا میشه گفت که اخبار سوخته هستن دیگه. برای شما که مثلا تریدری یا فعال بازار مالی یا میخوای یه تصمیم اقتصادی بگیری، اینا دیگه به درد شما تا حدودی نخواهد خورد. چرا؟ چون دیگه پیشخور شده و رفته. حالا تا حدودی تایی که بخوام مثلا برسم به اخبار مهمی، بحث اینه که چند تا چیز که من به شما بگم. خب شما میبینید که تقریبا مثال آمریکا یه چرخشی انجام داد و رفت به سمت چی؟ رفت به سمت از فشار نظامی و میشه گفت درگیری نظامی. الان در حال حاضر عملا سویچ کرده آمریکا یا میشه گفت نظام آمریکا به سمت چی؟ به سمت فشارهای اقتصادی فزاینده. خب کماکان مثلا تو 2 دهه یا 3 دهه گذشته کم یا زیاد این فشار اقتصادی خب روی اقتصاد ایران باقی مونده. منتهای مراتب خب شما میبینید که الان ما به صورت مثال خیلی میشه گفت متمرکزتری آمریکا به سمت فشار اقتصادی بر ایران رفته. یعنی چی؟ خب ما محاصره دریایی رو داخل ایران داریم، خب که بسیار میشه گفت که خب شما مثال تاثیرش رو میتونی رو کالاهای دیجیتال یا مثال نمیدونم گوشی، لوازم خونگی، سیستمی، لپتاپ، اینجور چیزایی باشه. تقریبا الان قیمتش تو طول مثلا چند هفته گذشته چند برابر شده و تقریبا مثلا میشه گفت کماکان دارن میگن که قیمت کالای دیجیتال داره روی هولوش $400 محاسبه میشه. دلیلش چیه؟ یکی از دلایلش خب محاصره دریایی. و حالا شما در نظر بگیرید، خب شما میگی که آقا ما کمبود کالا نداریم، این درسته. منتهای مراتب شما در نظر بگی الان چیزی که میگن ما واردات از طریق مثلا مرزهای زمینی، یکی مثلا مرزهای پاکستان داریم. بحث اینه که هزینه تمام شده برای واردات از طریق مثلا میشه گفت زمینی، هوایی و ریلی بسیار هزینهش بیشتر تمام خواهد شد به نسبت چی؟ به نسبت واردات دریایی. اینو شما در نظر داشته باشید. مسئله دیگه که گفتم الان در حال حاضر تقریبا مثال از نظر من تا حول و حوشم بعد از مثال میشه گفت انتخابات میان دوره آمریکا، ما از لحاظ پلیر آمریکا و فقط پلیر آمریکا درگیری نظامی فزاینده‌ای نخواهیم داشت از لحاظ درگیری بین ایران و آمریکا. حالا شما مثال اسرائیل فردا به ایران حمله کنه، اسرائیل یه پلیر جدایی، یا مثال نیروهای تحت حمایت ایران با مثال نمیدونم مثال کشورهای حوزه خلیج فارس، طبق چیزی که الان مثال داریم حوثیای یمن، الان نمیدونم با عربستان داخل تقریبا مثلا میشه گفت درگیریه.
این عملا میشه گفت عملا تا حدودی بین درگیری آمریکا و ایران ما قرارش نمیدیم، هر کدوم ما تا حدودی پلیر جدایی میدونیم و در رأسشون الان در حال حاضر آمریکا میدونیم. اینو شما در نظر داشته باشین. پس خیلی خلاصه بگم، ما یه درگیری نظامی داریم که این درگیری نظامی احتمال زیاد اگر بخواد انجام هم بشه تا انتخابات میان دوره آمریکا پستپون خواهد شد، تا بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، از لحاظ درگیری بین ایران و آمریکا به صورت مستقیم. این از این جهت. و الان در حال حاضر تمرکز ایران و طبق چیزایی که شما مثال داخل حرفای ترامپ ببینید رفته به سمت فشارهای اقتصادی روی ایران. خب حالا تا حدودی شما اینا رو به نظرم تو چند تا اپیزود گذشته اگر با همراه باشین بوده باشین خب قاعدتا فهمیدید. منتهای مطلب اینه که شما از لحاظ اینکه خب یکی از مهمترین الان در حال حاضر فشارهایی که داره روی ایران اعمال میشه، جدای از تحریم ها و اینجور چیزا، محاصره دریایی که الان در حال حاضر روی ایران اعمال شده. و اینو شما در نظر داشته باشید که محاصره دریایی که روی ایران اعمال شده از لحاظ نظامی لوجستیکی که بخواد مثال آمریکا چند تا ناو هواپیماور بیاره، چند تا مثال ناو جنگی بیاره و بخواد یک حاله امنیتی یا تا حدودی مثال از لحاظ سیاسی که ترامپ اعلام میکنه دیوار آهنینی که مثال میشه گفت برای عملا علیه بنادر ایران به قول خط نظامی که کشیده، تا حدودی به نظر من از لحاظ نظامی چیزی که من خوندم حالا ضد و نقیضه. ببینید شما دیتای دست اول ندارید، ولی اگر شما بخواید دیپ بشین هول و هوشن مثال میشه گفت بین 5 تا 7 ماه اصولا از لحاظ نظامی بیشتر از این محاصره دریایی ایران به صورت گسترده که الان در حال حاضر اتفاق افتاده دیگه کماکان اثری ازش نخواهد بود. یعنی اصولا بخوام بگم، اینو خیلی تیکه کلاممه ولی بخوام بگم محاصره دریایی ایران ادامه دار یا میشه گفت بلند مدت مثال تقریبا شما تو توییت های ترامپ میبینید که میگه که ما میتونیم به صورت نامحدود اعمال محاصره دریایی بر علیه ایران بکنی. این تقریبا از لحاظ نظامی تا حدودی به نظر من دور از ذهنه. و اینو خب شما برای اینکه به سال بخواید داخل اقتصاد ایران اصولا مثال میشه گفت که کنشی انجام بدید، بخواید چیزی بخرید چیزی بفروشید، اینو در نظر داشته باشید که خب محاصره دریایی ایران وجودش یا عدم وجودش خب قاعدتا خیلی بسیار زیاد داخل اقتصاد ایران تاثیرگذاره. همونطور که من گفتم الان در حال حاضر کالاهای دیجیتال داخل ایران داره با دلار مثلا 400,000 تومانی تقریبا محاسبه میشه، ولی خب شما میبینید قیمت دلار بازار آزاد الان تقریبا مثال روز 188 الان شما مثال به 190,000 تومان. اینو داشته باشید و امیدوارم که استفاده کرده باشید. شاد و موفق و پیروز باشید.